مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که یک جوان از نوع رودکی را برای بدرفتاری نسبت به یک دختر جوان در روز عید فطر به 10 روز حبس مأموری محکوم کرد. بنا به اطلاع میلیسای پایتخت تاجیکستان، صحنه 2 مای سال جاری یک دختر جوان ساکن شهر دوشنبه با ارسال رسم ماشین تمغه وز 2110 رقم قید دولتیش 2110 RC 01 از مقامات میلیسا درخواست نمود تا نسبت جوان در ماشین بوده چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شود. به اطلاع مراجعت کننده، راننده هنگام حرکت در راه بی ترتیبی نموده نسبت به یک دختر جوان راهگذر بی احترامی کرده است و در قسمت قفای بدنش با چپاتی زده او را مورد مسخره قرار داده است. در نتیجه سنجش معاین کرده شد که راننده اتومبیل مذکور شهروند ستارف دلشاد، سال تولدش 1998، استقامت کننده نوعه رودکی دهه مهرآباد می باشد. ضمن پرسش نام برده به کردار صادر نموده خود اقرار نموده صدقاً اظهار پشیمانی نمود. گفته می شود در خبر وابسته به حالت مذکور نسبت به ستارف دلشاد پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. در اساس قرار دادگاه نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شده است. در سالهای آخر موردهای بر اساس شکایت‌های زنان و دختران برای گپ‌پرتویی و دیگر شکل‌های بدرفتاری و آزار آنها به حبس کشیدن جوانان در دوشنبه زیاد شده است.